طوفانی سرنوشت. سرنوشت انسان را گاه آرامانه گویا با راهی هموار روانه می سازد، ولی گاه مثل طوفان با شور و شر از پای افتانده و مثل پریقا به آسمان برداشته به جای تعیین شده می رساند. پستی و بلندی های زندگی همان راهی پرپیچ و تاب سرنوشت است. انسان از آن در حیرت است که طوفان تقدیر او را تا کجا می برد. قهرمان قصه ما کمال، جوان 16 ساله خوش صورت، رو به رحم خدا در بازار سری عرابچه بارکش ایستاده حالا محض در این باب اندیشه می کرد که یک جوان زن خوش صورت به او اشاره کرد. رفتیم بر رسته میوه ها. کمال همانا عرابه‌اش را کشاله کرده از قفای آن صاحب جمال رفت. عادتاً بای بیبی ها با حقیری به عرابه‌کش ها می نگرند، خسیسند، می کوشند که اقلاً 50 درم حق آنها را کم دهند. ولی کمال در روی زن چیزی دید که به اختیار دلش شاد گشت. چهره کشاده، تبسم زیبنده، چشمان بادامی دلیل انسان خوب بودنش. نیم ساعت آواره شد. زن سودا نمی کرد. چیزی معقولش را 2 کیلو 3 کیلو گرفته بعد نرخش را می پرسید. میوه فروشان هم با احترام نرخ اصلی مواد را می گفتند، لطف می کردند. گاه جوان زن از کمال پرسان می شد این انار معقول یا ویش، ولی به سوالهایش جواب نمی گرفت. کمال فقط اشاره می کرد. در حیرت شد. گمان کرد که جوان با او گپ زدن نمی خواهد. حتی ملال هم شد، ولی اهمیت نداد. وقتی بار را از عرابه به ماشین گذاشتند پرسید حق خدمتتان چند پول می شود؟ کمال 2 چلیکش را برداشته اشاره کرد. با صدای نافهمایی برآورد. دل زن گنده شد. اکنون سبب بی جواب ماندن سوالهایش را فهمید. با تبسم 20 سامانی برآورده به عرابه‌کش داد. کمال باز با اشاره دستانش فهماند 20 نه 2 سامانی. فهمیدم گفت زن، شما 2 سامانی میگویید، ولی من از دلم برآوردم. گیرید، حق حلالتان شود. آب در چشمان جوان مرد حلقه زد. من در خانه 6 مردی کار دارم، گفت زن. برای آنها 3 وقت خوراک گرم لازم. هر 2-3 روز یک بار می آیم. حالا در کار می شوی جوره جان. نام من مهرانه. نام شما چه؟ عرابه‌کش دیگری گفت که نامش کمال است. زن رفت. کمال با اندیشه های خود باز تنها ماند، ولی یک کنج دلش شاد بود. نه از برای حق خوب خدمت دادن زن، از آن که گویا روی فرشته ای را دید. مادرش به یاد آمد که چون این زیبای و کشاده چهره بود.